روز و روزگارتان بخیر باشد بینندگان عزیز. نشر نوبتی برنامه تحلیلی اطلاعاتی هفته ورزش را منظورتان می‌گردانیم. در استودیو با شما فریدون سفرزاده. پس بیاید سرول به سرخط خبرها متوجه میشیم و پس آن از رویدادهای هفته سپری شده حیاتی ورزشی کشور آگاهی پیدا می‌کنیم. دوشنبه عزیز برای اولین بار میزبانی چمپیونات منطقوی آسیای مرکزی اوید به بادمینتون گردید. غالبان چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی میان منتخب‌های تا 19 ساله معین شدند. اشتراک گیمناستیکچیان ازبکستان و قزاقستان در مسابقه گیمناستیک بدیهی شهر خوجند. جنبسته فستیوال فوتبال تحت عنوان فوتبال به نزد شما میآید در شهرهای باختر و کولاب. با گرم شدن هوا مسابقه های شناوری هم زود دایر می گردند. شرح پوره خبرها. دوام هفته سپری شده شهر دوشنبه برای اولین مراتب چمپیونات منطقوی آسیای مرکزی اوید به بادمینتون را میزبانی کرده است. در مسابقه بادمینتون بازانی تا 17 ساله تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ایران شرکت ورزیده ایستادند. هیئت کشوری ما را در این مسابقه با نفوذ 12 نفر نمایندگی دارند. تفصیلات بیشتر در گزارش. از 11 تا 15 اوگوست سال روان قصر تنیس و مجمع ورزشی با حشمت شهر دوشنبه میزبانی اولین چمپیونات منطقوی آسیای مرکزی اوید به بادمینتون گردیده ایستاده است. چمپیونات با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه از جانب کنفدراسیون بادمینتون آسیا و فدراسیون بادمینتون تاجیکستان میان بادمینتون بازان 15 و 17 ساله جریان دارد. چاره‌بینی به مناسبت جشن 31 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده. مقصد از آن تشویق و ترغیب و رشد و رونق ورزش، تامین عمومیت ورزش سالم گردانی و رشته دوستی میان ورزشکاران منطقه محسوب می شود. قابل ذکر است که در چمپیونات بادمینتون بازان از کشورهای تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ایران اشتراک دارند. بادمینتون بازان کشوری مغولستان هم برای اشتراک نام‌نویس شده بودند، لیک آنها شرکت ورزیده نتوانستند. در 2 روز اول ما شاهد رقابت‌های دسته‌بندی میان 4 منتخب اشتراکچی شدیم. تنها بادمینتون بازان منتخب ایران در رقابت‌های دسته‌بندی اشتراک نکردند و در رقابت‌های انفرادی هنرنمایی می‌کنند. رقابت‌های دسته‌بندی به طور سیستم دوری صورت گرفت. در جریان رقابت‌ها بادمینتون بازان 15 و 17 ساله قزاقستان و ازبکستان 2 غلبگی به دست آورده و دور نهایی راه یافتند. در دور نهایی از 5 بازی پیش بینی شده بادمینتون بازان ازبکستان در 4 تایش غلبه به دست آورده نشانهای زرینی مسابقه را صاحب شدند. همچنین تیم تا 15 ساله ازبکستان هم در دور نهایی با همین حساب 4-1 بادمینتون بازان قزاقستان را شکست داده صاحب مدال‌های طلا شدند. در همین سن و سال تاجیکستان نشانی برنجی گرفت. بادمینتون بازان کشوری ما برای به دست آوردن نشانی برنجی با همتایان خویش از قرقیزستان مبارزه بردند. ابتدا در رقابت آمیخته جمالالدین سلیموف و آمینه آخوندقدمova جفت بادمینتون بازان قرقیز بایر مدیرائیموف و الائیم عظمت را در 2 ست شکست دادند. در رقابت دسته‌بندی مفتون شریفووا و محمد سعید سلیموف هم توانستند که با حساب بزرگ رقیبان قرقیزشان را ناکام کنند. در 2 رقابت آخرین هم جفت آمینه آخوندقدمova مفتون شریفووا و محمد سعید و جمالالدین سلیموف موفقیت به دست آوردن نشانی برنجی را برای منتخب تاجیکستان صاحب شدند. در این چمپیونات یکم بار است که در تاجیکستان میگذرد و ما در این مسابقه جای 3 را اشغال کردیم و من میخواهم در دیگر چمپیونات هایی که میگذرد در آنجا جای اول را گرفته پرچم برداری توسط ملت باشیم. سرمربی سابقه‌دار کشور اوید به بادمینتون سایغفران دولتوف هم از هنرنمایی‌های بادمینتون بازان کشور در این مسابقه اظهار قناعتمندی کرد. امروز روز دوم است که مسابقه دسته‌بندی دوام دارد. شاگردان ما امروز نسبت دیروزه خیلی خوب برآمد کرده شدند. 2 دسته یک بازی خوردیم با حساب 2-0 غلبه کردند.
و امید داریم که سیومش هم حاضر هست، یک نتیجه خوب نشان میدهند. مسابقه را بسیار در سطح بلند گذاشته شده است. مهمانان آمادگی بسیار از این چیز خیلی خرسندند که در چنین تالاری بسیار هم زیبا چمپیونات دوام دارد. همه اشتراکچیان مسابقه هم از برگزاری چنین مسابقه در تاجیکستان اظهار خرسندی کرده از شرط و شرایط و امکانیت‌های فراهم گردیده مسرورند. Таджикистан очень красивый, Душанбе город вообще самый очень красивый, мне очень понравился, здесь очень чисто, красивые цвета, зелень везде. Турнир сам проходит очень классно, спортзал просто шикарный, соперники достойные, нам есть чему научиться еще, у них получается, мы пока что только новички, а так турнир мне очень нравится, мне нравится то, что я получаю здесь опыт, и в дальнейших соревнованиях я также хочу участвовать. 13 август рақобат‌ҳои инфиродӣ оғоз шуд ки дар он 5 мунтахаби иштирокчӣ Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон ва Эрон барои нишонҳои фахрӣ муборизаро оғоз карданд. Бадминтонбозони муваффақи кишвари мо Мафтуна Шарипова, Муҳаммад Саид ва Ҷамолиддин Салимовҳо то ба даври нимниҳоӣ роҳ ёфта мағлуб шуданд. Бадминтонбозони Эрону Узбекистон то ба даври ниҳоӣ роҳ ёфтанд ва дар ин давр мунтахаби Эрон муддаии асосии қаҳрамонӣ маҳсуб мешавад. رویداد مهم هفته سپری شده کشور این برگزاری چمپیونات اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی بین جوانان دسته‌های تا 19 ساله در شهر دوشنبه بود. در چمپیونات منتخب‌های تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرقیزستان و افغانستان برای جام نشانه زرین مسابقه در 5 دور 10 آخری گذرانده غالب را معین کردند. پس به ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه می‌رویم. شام 12 август در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه بازی‌های نهایی چمپیونات اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی بین دسته‌های جوانان تا 19 ساله برگزار شدند. پس از 4 دور تیم ملی تاجیکستان تحت راهبری اهل‌دین توردیف با 6 امتیاز در صدر جدول قرار داشت و امکان خوبی قهرمانشوی در این مسابقه را پیدا کرده بود. لیک فوتبالبازان ما در دور آخر با حساب 0-4 از همتایان ایرانی خود مغلوب شده با 2 دسته ادب جام نشانهای زرین مسابقه را به آنها دادند. همین طور با پیروزی تیم ایران در دوشنبه سومین مسابقه قهرمانی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی میان دسته‌های جوانان تا 19 ساله به انجام رسید. دسته منتخب جوانان تاجیکستان تحت راهبری اهل‌دین توردیف برنده نشانهای برنجی چمپیونات گردید. به این ترتیب از روی نتیجه گیری مسابقات منتخب جوانان ایران 8 امتیاز به دست آورده برنده مسابقه قهرمانی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی شد. یکباره دو دسته ازبکستان و تاجیکستان 6 امتیازی به دست آوردند. اما با سبب غلبه در واخوری بین همی مدال‌های نقره نصیبی تیم جوانان ازبکستان گردید. جوانان تاجیکستان با نشانهای برنجی مسابقه قناعت کردند. در مراسم جایزه سپاری چمپیونات کاف 2022 بین دسته‌های جوانان تا 19 ساله نایبان پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان دلشاد جورزاده، علیشیر اورونوف، دبیر کلی فدراسیون فوتبال تاجیکستان فرقت احمد جانوف و دبیر کلی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی اولوغبek کریموف شرکت ورزیدند. یادآور میشم که در پیش منتخب تا 19 ساله تاجیکستان را بازی‌های انتخابی جام آسیا 2023 منتظر است. عادتاً در فصل گرمای سال زود مسابقه‌های شناوری هم برگزار می‌گردند که ما هیئت ایجادی برنامه از نتیجه آنها شما را واقف می‌سازیم. این نوبت به چمپیونات شهر دوشنبه توجه می‌کنیم که شناوران زیادی را به مسافی هم آورد. هفته سپری شده در حوض مکتب مخصوصی کودکان و نورسان ذخیره‌های المپی رقم 4 اید به نمودهای آبی چمپیونات شهر دوشنبه اید به شناوری میان جوانان برگزار گردید که آن را ما هیئت ایجادی برنامه پیگیری کردیم. در مراسم افتتاحی چمپیونات شهر دوشنبه مسئولین فدراسیون شناوری کشور، راهبریت و مربیان مکتب مخصوصی کودکان و نورسان ذخیره‌های المپی رقم 4 اید به شناوری شرکت ورزیدند. این مسابقه میان شناوران جوان با مقصد بهتر نمودن تجربه و ملکه و مشخص نمودن بهترین ها میان اشتراکچیان جهت سفربر کردن و مسابقه های جمهوریابی ارزیابی گردید. رقابت ها در نمودهای شناوری طرزی آزاد، پشتنوکی، باترفلای، براست و استفاده 4 در 100 جریان گرفتند.
مربیان با آن نظرند که برگزار نمودن هرچی بیشتری چنین مسابقه ها این در ترغیب طرز حیاتی سالم، آموزش و جلب هرچی بیشتری کودکان و نوجوانان به نمودهای شناوری و آماده نمودن ورزشکاران کسبی نقش مهم خواهد بازید. مسابقه هم دوام 2 روز ادامه کرده بهترین شناوران جهان شهر دوشنبه معین شده با تحفه های خاطروی قدردانی گردیدند. همکنون بر رویدادهای ورزشی شهر و ناحیه‌های ولایت سوق توجه میکنیم که هفته سپری شده برگزار شدند. برگزاری مسابقه بین المللی عاید به گیمناستیک بدیهی در شهر خوجند بیشتری دوستداران این نمود ورزش را از کشورهای به ما همسایه و همجوار به مسافه هم آورد. پس میان 150 نفر اشتراکچی مقام‌های فخری را کدام ورزشکاران کسب کرده باشند توجه میکنیم. در قصر ورزش شهر خوجند مسابقه بین المللی عاید به گیمناستیک بدیهی برگزار شد. در مراسم گشوده شوی این چهاربینی رهبری فدراسیون نمودهای ورزش گیمناستیک جمهوری تاجیکستان و بخش کار با جوانان و ورزش شهر خوجند شرکت ورزیده از توجه و غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت رشد و عمومیت ورزش یادآور شدند. قید کرده شد که نمود گیمناستیک بدیهی برای انکشاف جسمانی دختران خردسال بسیار مفید بوده. سال از سال دوستداران این نمود زیاد گردیده ایستادند. نمود گیمناستیک بدیهی 5 سال این جانب در ولایت سوق فعالیت دارد و دستپروران این نمود در مسابقه‌های جمهوری و بیرون از کشور بارها دستبالا شدند. در این چهاربینی 150 نفر دوستداران گیمناستیک بدیهی از همه منطقه‌های کشور ما و جمهوری‌های ازبکستان و قزاقستان اشتراک نموده ملکه و مهارت خود را پیشکشی حاضرین کردند. من بار اول به تاجیکستان آمدم. از استقبال صمیمی بالیدرو شدیم. انشاءات‌های ورزشی زمانوی ما را به حیرت گذاشت. مسابقه در سطح بلند برگزار شده ایستاده است. گیمناستیک بدیهی برای انکشاف جسمانی دخترکان خردسال اهمیت زیاد دارد. من می‌خواهم دخترکان خردسال به این نمود بیشتر جلب کرده شوند. مسابقه بین المللی عاید به گیمناستیک بدیهی در شهر خوجند در سطح بلندی تشکیلی جریان گرفته، غالبان و جایزه‌داران معین و قدردانی کرده شدند. هفته گذشته بخشیده به روز ورزشکاران جمهوری تاجیکستان در قصر پهلوانان سوقدی ناحیه مسجد مسابقه کشادی ناحیوی عاید به باکس بین نوجوانان از 10 تا 13 ساله برگزار شد. در این چهاربینی ورزشی که با مقصد جلب کودکان و نوجوانان به باکس ترغیب طرز حیاتی سالم بین آنها و دریافت بهترین باکسیون نو است با ابتکار فدراسیون بوکس و مکتب ورزشی ناحیه مسجد راه اندازی کرده شد. نزدیک 90 نفر مشتری نورس را از شهر و ناحیه‌های سپیتامن، گلستان، خوجند و مسجد ولایت سوق همچنین ورزشکاران شهری نارک ولایت ختلان اشتراک نموده در وزن‌های از 26 تا 50 کیلوگرم بین هم مشتنی کردند. از شهر نورک با 2 شاگردم و ناحیه مسجد با مسابقه آمدیم. مسابقه به نهایت در سطح بلند گذشته ایستاده است. ما کوشش میکنیم که بیشتر شاگردان را به همه مسابقه های ولایت و جمهوری برای اینکه ملکه و مهارتشون زیاد شود. در شهر ما 3 سال باز تالار ورزشی به نام مرادعلی عبدالله گشوده شده است. ما 3 سال باز تمرین میکنیم این نمود ورزش را. مسابقه کشادی ناحیوی عاید به باکس دوام 3 روز در قصر پهلوانان سوقدی در سطح خوبی تشکیلی ادامه یافت و 16 جفت بهترین ها به دور نهایی برای دریافت مدال های طلایی مسابقه راه خط یافته زور آزمایی کردند. در وزن 28 کیلو جای یکم را گرفتم. من میخوام در آینده باز در همین خیلی مسابقه ها اشتراک کنم. من از خردسالی نمود بوکس را خیلی دوست می داشتم. امروز مسابقه خیلی خوب گذشت. حریف های من حریف های پرقوت بودند. در انجام غالبان و جایزه‌داران مسابقه با مدال و افتخارنامه مکتب ورزشی و فدراسیون بوکس ناحیه مسجد در فضای تنتنوی قدردانی کرده شدند. از مسابقه کشادی ناحیوی عاید به بوکس ناحیه مسجد به فستیوال فوتبال تحت عنوان فوتبال به نزد شما میآید توجه میکنیم که در شهرهای باختر و کولاب در سطح بین‌نهایت خوب دایر گردیده به انجام رسید.
در ورزشگاه مرکزی شهر بختر فستیوالی عمومی جمهوریابی تحت عنوان فوتبال به نزد شما می‌آید با اشتراک وسیع دسته‌های نورس برگزار گردید. همایش مذکور بین کودکان و نورسان در شهر و ناحیه‌های منطقه بختر دوام 5 ماه ادامه یافته، در آن شماره زیادی کودکان و نورسان جلب گردیدند. در مراسم جنبستی فستیوال مذکور اطلاع داده شد که تا به دور نهایی مسابقه بازی‌ها بین 3 سن و سال برگزار گردید و غالبان هر سن و سال از جانب کمیته تدارکات معین کرده شدند. یادآور می‌شویم که این فستیوال در شکل مسابقه ها و روزهای استراحتی در شهر و ناحیه‌های منطقه بختر برگزار گردیده، در این سبقت‌ها کودکان و نورسانی که باری اول به این رشته ورزش جلب شدند به هم آورده شدند. به شبهه برگزار نمودن چنین فستیوال و مسابقه‌های سطح بلند میان کودکان و نورسان امکانیت می‌دهد که در آینده از میان آنها بهترین فوتبالبازان کسبی تربیت و پیدا گردد. مراسم جایزه سپاری فستیوال هم با اشتراک نمایندگان فدراسیون فوتبال ولایت ختلان و دیگر مهمانان فخری دایر گردیده و بهترین های مسابقه جایزه های انفرادی و با دسته های غالب نشان و جام مسابقه در وضعیت تنتنوی تقدیم کرده شد. همچنین در ورزشگاه مرکزی شهر کولاب همچنین فستیوال تحت عنوان فوتبال به نزد شما می‌آید با شرکت وسیع دسته‌های نورس از روی 3 سن و سال پس از 2 ماه برگزاری جنبست گردید. در مراسم جنبستی فستیوال مذکور اطلاع داده شد که تا به دور نهایی مسابقه بازی‌ها بین 3 سن و سال برگزار گردید و غالبان هر یک سن و سال از جانب کمیته تدارکات معین شدند. یادآور می‌شویم که سال نهم است که این فستیوال در شکل مسابقه‌ها و روزهای استراحتی در میدان‌های فوتبالی 10 شهر و ناحیه‌های منطقه کولاب برگزار گردیده. در این سبقت‌ها کودکان و نورسان که باری نخست به این رشته ورزش جلب شدند به هم آورده می‌شوند. در فرجام فستیوال از جانب لیگ کودکان و نورسان فدراسیون فوتبال تاجیکستان نخست به مربیان دسته‌های منطقه کولاب نشان و افتخارنامه برای بهترین فوتبالبازان لوازمات ورزشی و دسته‌های غالبی هر یک سن و سال جام مسابقه تقدیم کرده شد. قسمت زیادی مقام‌های افتخاری را دسته‌های نورس شهر کولاب، ناحیه وسع، فرخار همدانی و شمس‌الدین شاهین به دست آوردند. یادرس می‌شویم که بعد جنبستی مرحله ابتدایی فستیوال با اشغال نمودن جای اول دسته‌های غالب در مرحله نهایی این مسابقات که در شهر دوشنبه برگزار می‌شود شرکت می‌ورزند. بینندگان عزیز، تشکر به شما که تا این لحظه ها ما را همراهی کردید. برنامه اطلاعاتی هفته ورزش را اینجا به پایان میبریم. برنامه‌های دیگری تلویزیونی ورزش ادامه دارند. خیر تا بازدید.